ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. چیزی که خواست پروردگار هست و الله تعالی آن را میپسنده و آن را قبول میکند، این است که انسان عملگرا باشد. چیزی را که میگوید و به آن معتقد است عمل بکنه به آن. الله تعالی ناراض می شود از بنده که حرفش و ادعاش خالی از عمل باشه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چیزی را که شما عمل نمی کنید چرا حرفش را می زنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سخت ناراضگی نزد الله تعالی، الله سخت ناراض میشه که شما حرفی را بزنید و بیان عمل نکنید. ادعایتون خالی از عمل باشه، ادعایتون تو خالی باشه و الله تعالی ناراض میشه از انسانی که دوتا چهره داشته باشه. یک چهره به ظاهر مردمه و یک چهره در تنهایی. آنچه که میگه به او عمل نمی کند و الله دوست داره انسان که عملگرا باشه، صادق باشه و حرفی را که میزند به آن عمل بکنه. ظاهر و باطن انسان یکی باشه. الله دوست نداره ذل وجهین را، او کسی که دو تا چهره داره، دو زبان داره. الله یک زبان میخواهد، یک چهره میخواهد. و از منافقین اینقدر الله تعالی ناراضه که منافقین ذل وجهینن، دو تا چهره دارن. او چهره که جلوی مردم ظاهر میکنن چهره دیگری است تا او چهره که
پشت فرده هست و مخفیانه و نزد افراد خاصشونه. اقل اعملوا، الله تعالی می فرماید شما عمل بکنید، عملگرا باشید. الله عمل کرده شما را می بینه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می بینن حضرت در حیات خود مراقب اعمال امت بودن، بر اعمال امت آن حضرت نظارت داشتن که چه عمل می کنن، شاهد بودن بر اعمال مردم. تا روزی که حیات داشتن، بعد از حیات مگر الله تعالی خبر بده، چون که آن حضرت علم غیب نداره. حضرت عیسی هم همین می فرمایند که او در سوره مبارکه مائده آمده است که و کنت علیهم رقیبا ما دمت فیهم، تا زمانی که من حیات داشتم بر مردم مراقب بودم، مراقب عمل کردشون بودم، نمی گذاشتم که انحراف پیدا بکنند، خلاف انجام بدم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، وقتی شما من وفات دادید دیگه من مراقب بر عمل اونا نیستم، شما مراقبید. من بعد از وفات حضرت عیسی می فرماید چه میدانم که نه چه کار کردن. حتی وقتی که او مسئله رفعی حضرت عیسی به آسمان هست، هم همین مسئله میتونه شامل باشه که او یک بحث جداگانه است. حضرت رسول فرمودن که منم همینطور، این آیه که تلاوت کرد صحابی، آن حضرت صلی الله علیه وسلم گریه میکردن اینجا و فرمودن که روز قیامت منم همین میگم که تا روزی که من حیات داشتم مراقب عمل کرده مسلمان هم بودم، مؤمنین صحابه، و بعد از وفاتم شما مراقب بودید، من نمیدانم که نه چه کار کردم. انبیاء علیهم السلام غیبدان نیستن، چیزی که الله به اونا اطلاع داده و اطلاع میده میدانن. لہذا الله میبینه و مؤمنین میبینن. الله میگه شما عمل بکنید که خدا میبینه عمل کرده شما را. حضرت رسول در حیات و مؤمنین میبینن، مؤمنین میبینن که شما چه عمل کردید. اگر عمل کرده ما خوب باشه، خوب باشد، هم الله میبینه هم مؤمنین میبینن، مخفی نمیشه. در حدیث آمده است که اگر یکی در یک اتاق تنهایی و تاریک خدا را بندگی بکنه، با تقوا زندگی بکنه، سالم زندگی بکنه، خوب زندگی بکنه، الله عمل کرده او را برای مردم نمایان میکنه. مردم متوجه میشه که انسان درسته، انسان سالمه، انسان با خدای، انسان با تقوای. لہذا مهمه این که ما به اعمال متوسل بشیم. توسل بالاعمال، توسل به ایمان، توسل به تقوا. با تقوا به الله میرسیم، با عمل کرده صحیح و درست به الله میرسیم، با صداقت، با امانتداری، رعایت کردن امانتداری، رعایت کردن تقوا، پرهیزگاری، ما میتوانیم به الله تعالی برسیم، خوشنودی الله را جذب کنیم، رضامندی الله تعالی را کسب کنیم. ولهذا مهمه این که انسان عملگرا باشه و الله تعالی به همین تشویق کرده و ترغیب داده است. چیزی را که عمل نمی کنیم و حرف چرا بزنیم که وقتی ما عمل نمی کنیم. الله تعالی همه ما را توفیق عمل به کتابش عنایت کنه، به سیره آن حضرت صلی الله علیه و سلم که پاکترین سیرت ها
و بهترین سیرتای انبیا خلاصه میشن در سیرت آن حضرت. همه کتابای آسمانی خلاصه میشن در قرآن عظیم الشان. همه تعلیمای انبیا خلاصه میشن در تعلیم زیبای خاتم الانبیا خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم. و این شریعت تا قیامت ماندگار و این دین آخری دین الله و شرف و افتخار برای همه ما. و اللہ تعالی ہمارا توفیق بده که به دین عمل کنه. تا روزی که به دین عمل بود دنیا گلستان بود. وقتی که به شریعت عمل می شد، به قرآن عمل می شد و دنیا گلستان بود، دنیا راحت بود، دنیا امن بود، دنیا آرامش داشت. در شهر زیبای مدینه منوره پلیسی وجود نداشت و مغازه و کسب و کار نمی بستن وقت نماز. دزد نبود، خلافکار نبود و انقدر تقوا، انقدر پاکی، انقدر طهارت، انقدر خدا ترسی، انقدر ایمان مردم ساخته بودند. و متاسفانه توی دنیای کنونی انقدر دروغ، خلاف موجوده و که مردم در بسیاری جا کمتر احساس امنیت میکنند. صداقت حاکمان خیلی مهمه، صداقت علما، یک رنگی علما خیلی مهمه. علما با خدا باشند، شران و ریش سفیدان با خدا باشند، حاکمان با خدا باشند، بزرگان قوم، پیشوایان قوم با خدا باشند، یک چهره داشته باشند، صداقت داشته باشند، یک رنگ باشند. این اثر میکنه توی جامعه. امکان نداره تاثیرش را در جامعه نگذارد. مهم است. مسئولیت پذیری بود در او زمانه، در او صدر اسلام که برای همه جهانیان خصوصا اهل ایمان تا قیامت الگو هست و اسوه بودند و اونها بهترین الگوی ما هستند. چقدر مسئولیت پذیری. این خطبه‌ای که آن حضرت ایراد کردن که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما فرمودند که همه شما مسئولیت دارید و مسئول هستید و همه از مسئولیت خود مورد بازپرسی قرار میگیرید و سوال میشید. و ولی کسی که آن حضرت فرمودن مسئول امامه و حاکمه، حاکم را آن حضرت صلی الله علیه وسلم مسئول قرار داده و فرمودن که او از رعیتش بازخواست میشه و هر انسان در خانواده خود بر فرزندان خود مسئولیت داره و روز قیامت بازخواست میشه که فرزندان چگونه تربیت کرد، روزی حلال داد، رزق حرام داد، به علم فرستاد، به دانش فرستاد به دانشگاه که تخصص کسب بکنه یا فرزندانش را بی سواد تربیت برآورد.
سوال میشه هر پدری از فرزندان که آیا اینها وظیفه‌تون را نسبت به خانواده ادا کردید، مسئولیتتون را درست ادا کردید. از زن نسبت به مسئولیت او زن سوال میشه، خانواده از مادر نسبت به فرزندان، از فرزندان نسبت به مادر. از حتی او خدمتگزار، از کارگر، از کارفرما سوال میشه که مسئولیتش را درست انجام داده. همه طبقات تا آخر مسئولیت داران و هر کسی نسبت به مسئولیتش مورد سوال قرار میگیره. بالاترین مسئولیت امامه و مسئولیت اولی الامر و ولات امور، کسانی که در سطح پایین ماموریت دارند و یا کسانی که در سطح بالا ماموریت دارند، همه نزد الله تعالی روز قیامت بازخواست میشن و همه مسئولیت دارند که آنچه که به اونها سپرده شده و مسئولیت را که اونها اعراض کردن، آیا صحیح عمل کردن یا درست عمل کردن یا نکردن، وظیفهشون انجام داد. هیچ کسی زیری آسمان بالای این زمین وجود نداشته که مسئولیت داشته نباشه. اما مسئوله تنها یک ذات یگانه است، پروردگاره، که او را کسی نمیتونه سوال بکنه که شما چرا اینطور کردید، چرا یکی را قدش را بلندتر آفریدی، یکی قدش پایین تره، یکی زیبایه یکی زیبایی نداره، یکی فقیره و تندسته و یکی ثروتمنده. از الله کسی نمیتونه سوال بکنه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از الله کسی نمیتونه. الله حکیمه، دانشمند، تمام کارهای خدا روی حکمت. الله اگر توضیح بده حکمت بعد متوجه میشه که چه حکمته. همین اندازه بدانیم که فعل حکیم، خدای علیم و حکیم و دانا و توانا، هیچ چیزی را نیافریده که خالی از حکمت باشه. همه چیز تحت حکمت ها، ولی غیر از خدا دیگه همه مسئول و حتی بالاترین شخصیت انبیاء علیهم السلام، ابراهیم خلیل الله، عیسی روح الله، موسی کلیم الله و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردن صحابه و حضرت جواب داده. از جنگ حنین که حضرت برگشت و غنایم جنگی را تقسیم کردن و مکه مکرمه تازه فتح شده بود، به بعضی آن حضرت بیشتر دادن. آن حضرت را سوال کردن که یا رسول الله شما چرا اینطور تقسیم کرده؟ بعضی گفته که تقسیم عادلانه نبوده. این سخن به گوش مبارک آن حضرت رسید و آن حضرت جمع کردن او کسانی را که اعتراض داشتن به شخص آن حضرت که تقسیم امروز
عادلانه نبوده است. افراد خاصی این حرفا زدن. آن حضرت فرموده که آی مردم، به انصار خطاب کرده. افراد در انصار بوده، در مهاجر نبوده. به انصار گفتن که برادر ابو جهل را آن حضرت 100 تا شتر از غنیمت داده. آن حضرت فرموده که آی مردم، اگر من عدالت نکنم که پیامبر خدا، اگر خدا عدالت نکنه، به دستور خدا من این کار کردم. آن حضرت صاحب وحی فرمودم به دستور خدا من این تقسیم کردم. اگر من عدالت نکنم، اگر الله عدالت نکنه، که عدالت میکنه؟ به همین لفظ اونا قانع شده. گفتم من به دستور الله این کار کردم. و بعد انصار گفت که انصار، شما راضی نیستید که مردم به مال برگردن؟ مردم مکه مراد اینجا که به اونها حضرت دلجویی کردن، اونها را به دستور الله بیشتر دادن از غنایم جنگی. مردم به مال برگردن و شما با پیامبر خدا به مدینه برگردید. و فرمودن اگر مردم از یک دره داخل بشن و انصار از یک دره دیگه وارد بشن، من از همون دره وارد میشم که انصار وارد میشم. یعنی او راه انصارم میبرم، با انصارم راه. انصار فدایان آن حضرت، مهاجرین فدایان آن حضرت صلی الله علیه وسلم بودند. پیامبر جلوی پیامبر زن ایستاده، پیر زن ایستاده، جلوی پیامبر کنیز ایستاده، دست پیامبر غلام گرفته صلی الله علیه وسلم و به گوش کشیده است که حرفی داره. و پیامبر چگونه مردمی بوده، چگونه صحبت مردم گوشت. همه جماعت صحابه ایستاده برای نماز، اقامت هم گفته شده که باید نماز شروع بکنه، اما کسی دست پیامبر گرفته که من کار دارم، گوشه کشیده، حرفش را زده و پیامبر حرف را قطع نکرده که اقامت گفته شده، مردم منتظر. مردم ناراحت بودن که آقا این چه کسی که الله دست پیامبر گرفته و پیامبر صحبت میکنه، ولی آن حضرت حرف او را قطع نکردن، کلام او را قطع نکردن. گاهی کسی میخواست کلام کسی را قطع کنه، اجازه نمیدادن و بگذار حرفش را بزن. یکی ادرار کرد گوشه مسجد، صحرا نشین بود، تازه آمده بود، نمیدانه مسجد یعنی چه. اینجا خدمت آن حضرت آمد، اظهار ارادت کرد، اظهار محبت کرد. از اینجا که بلند شد را گوشه مسجد نشست که ادرار بکنه توی مسجد اون. صحابه صدا زدن مه به زبان عربی، یعنی از این عملت بند باش، چه کاری که تو میکنه توی مسجد؟ آن حضرت فرمودن نه، قطع نکنید ادرار، بگذار ادرارش را بکنه. ادرارش را کرد و که تمام شد، آن حضرت صدا کردند و گفت این مسجده و اینجا ادرار و این زباله و این نجاست شایسته مسجد نیست. دستور دادن که او قسمتا آب بریزن و همون زمین شستشو بدن. آب ریختند اونجا، دلوی آب اونجا ریختند و تمام شد. گو ادراری او را که قطع بکنید این برخلاف اخلاقه. درسته توی مسجده ولی حالا ادرارش را قسمتش را انجام داده، اگر قطع کنی این ضرر میکنه، بگذاری ادرارش را بکنه. این پیغمبر اعظم اخلاق تعلیم دادن به ما و صحابه گاهی که اخلاق او را او تذکره میکنه. حضرت چند زمتون آن حضرت ظاهرم زیبا بودن و زیبایی آن حضرت را کسی نداشت، ولی باطن آن حضرت، اخلاق آن حضرت
ایمان آن حضرت، تقوای آن حضرت، خدا ترسید، تواضع آن حضرت چنان زیبا بود که هیچ زیبایی به اندازه زیبایی معنوی آن حضرت نبود. همه حاکمان، اولی الامر، تمام اولی الامرهای دنیا و حاکمان دنیا مسئولند. و من تعصب میبرم از بعضی که نمیگذارند که آقا میگن از بعضی از مسئولان انتقاد بشه و بعضی نشه، در حالی که برخلاف او تعلیم اسلامه، برخلاف تعلیم انبیاء علیهم السلام، هر کسی که مسئولیت داره او از مسئولیتش مورد باز خاص قرار میگیره، باید پاسخ بده به مسئولیت دیدگاه اسلامی. اسلام همه عمل کرده باید در چارچوب قانون باشه، قانون خدا، قانون الهی، قانون کشور، مقررات برای همه، مسئولیت برای همه. هیچ کس نمیتونه از قانون بالاتر باشه در حالی که مسئولیت از قانون میگیره. هیچ کس نمیتونه از قرآن بالاتر باشه، از تعلیم آن حضرت بالاتر باشه. اگر انتقاد می بود اجازه می دادم به انتقاد و انتقاد ها را می پذیرفتن مسئولین ما. امروز این شرایط نبود که هست. بعضی را به خاطر انتقادشون که انتقاد کردن از اولی الامر بالاخره گرفتش در زندان انداختید. یعنی این حرف حقی که بنده میگه واقعیه، نباید کسی که انتقاد بکنه او را بگیری زنده بره. اگر انتقاد نباشه اصلاح نمیشه. اگر از نظام انتقاد نشه، اگر هر حاکمیت انتقاد نشه، اگر هر کسی در هر مرتبه است از انتقاد نشه، اصلاح نمیشه و استبداد می آید. استبداد زمان می آید که کسی بالاتر از انتقاد باشه. وقتی که شما بینید صحابه می از پیامبران سوال میکنن، بالاخره هر کسی وقفوهم انهم مسئولون. روز قیامت میگم مردم ایست میدن و متوقف میکنن، همه مردم مسئولن. الله تعالی از حضرت عیسی هم سوال میکنه. حضرت عیسی بن مریم روز قیامت سوال میشه و اذ قال الله یا عیسی، یا عیسی بن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. الله میگه شما گفتید که مسیح شما را و مادرتون پرستش کنه. از دیگر الله روز قیامت سوال میکنه و لحاظا هیچ کسی از سوال بالاتر نیست. انتقاد وقت سازنده باشه، مایه او سازندگی داره، او اصلاح داره. اگر انتقاد پذیری بود، اگر میگذاشتن در گذشته که انتقاد انجام بگیره از هر کسی در هر جای خودشون، با بزرگان میگفتن که از ما انتقاد کنید. و بالاخره امروز ما توی همین اعتراضات میبینیم که بعضی کلمه تندی میگن و کلمه تنده به هر حال ما نمیپسندیم. این حرف گفته میشه، این حرفا، این مشکلات کسانی درست کردن که به انتقاد اجازه ندادن.
و بزرگان ها گرفتن و راه ندادن که کسی به این بزرگان برسه و صحبت ها بکنه، حرف مردم برسه، مشکلات برسه، گرفتاری ها برسه. و وقتی یک نظام به نام دینه، وقتی یک نظام به نام اسلامه، باید در مسیر اسلام باشه، باید این اسلام اجازه میده انتقاد بشه. اسلام در دین نوع دموکراسیه و حتی ما اعتقاد داریم که در بسیاری چیزها آزادی در دین بیشتری از آزادی های قوانین امروز دنیا، فرهنگ های دنیا و فرهنگ های ملت ها و قوانین کشورها. در اسلام در بسیاری چیز آزادی بیشتره. چرا؟ مسئول باید بیاید در میان مردم بشینه. حالا درسته شرایط امروز امنیت، مسائل امنیت و این مسائل است، ولی با حفظ این مسائل حضرت رسول در میان مردم بودند، حضرت خلفای راشدین در میان مردم بودند، حضرت علی در میان مردم بود، مردویی بودند. جلوی حضرت علی را مردم گرفتند و سوال کردند، حضرت علی سوال پاسخ داده. انتقادها را این بزرگان پذیرفتند و روایاتشون زیاده که من اینجا فرصت ندارم، فرصت بنده محدوده. و لحاظ اگر این انتقاد پذیری بود، شما یک مهمترین یعنی نگرانیه و واقعا جای نگرانیه که این که حاضر نشدند بسیاری از مسئولان ما که حرف گوش کنند. بسیاری از این منتقدان دلسوز بودند. یکی از اون منتقدان دلسوز همین بنده ناچیز، یکی از شهروندان شما بود و واقعا دلسوزانه من بنده انتقاد داشتم از وضعیت. از اگر این انتقادا را گوش میکردن، اگر به اینها توجه نه، شاید مسیر باز تعیین کردن و بالاخره حرف هیچ کسی را نشنیدن و این نتیجه ناراضگی که امروز آمده، ناراضگی عمومی در کشور پیش آمده است. همین دلیله که حرفها گوش نشده، اصلاح انجام نگرفته. اصلاح طلبان جلو آمدن که ما اصلاح میکنیم، احساس کردن بخشی از جامعه که نیاز داره حاکمیت و حکومت و نظام و ساختار نیاز به اصلاح داره، جلو آمدن، ملت از اون استقبال کردن و رای دادن. چه رای بالای مردم دادن؟ چرا که مردم هم احساس میکردن که باید اصلاحات انجام بگیره. اما اصلاح طلبان کاری از دستشون بر نیامد و بزرگترین گلایه و انتقاد از اصلاح طلبان اینه که چرا اصلاحات انجام ندادن. و اگر اصلاح طلبان نگذاشتن، که نگذاشت اصلاح طلبان؟ اصلاح طلبان چرا نگفتن که من از کجا نمیگذارم؟ اصلاح طلبان سکوت اختیار کردن. همه این روزها جمهور و دولت هایی که در زمان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان روی کار آمدن، به نام اصلاح طلبی آمدن و کار نکردن و نگفتن که آقا ما این کار نمی کنیم، خودمون نمی توانیم یا ما را از جای دیگه نمی گذارن. حق اصلاح طلبان بود که اگر از جای دیگه این من بود، این شهامت اصلاح طلبان باید نشان میداد، می گفته که از جای دیگه نمی گذارن. ملت ناراض نمی شد از اصلاح طلبان، ولی اصلاح طلبان تا آخر که رفتن
اعلام نکردن که آقا ما را از کجا نمیگذارن، خودشون نکردن یا از جای دیگه نگذاشتن. ولهذا اصلاح انجام نگه. اگر امروز این اصلاحات در جمهوری اسلامی انجام میگرفت، امروز مردم به این مشکل گرفتار نبودن، مردم در صحنه نمی آمدند و فریاد بزنند که ما آزادی میخواهیم. آزادی نیست. مردم فریاد عدالت تا نمی زدند و اگر اصلاحات انجام میگرفت در گذشته، فرصت سوزی شد، فرصت از دست دادیم. امروز مردم به فقر گرفتار فقر نمی شدن، گرفتار تورم و گرانی نمی شدن، مردم به این بدبختی گرفتار نبودن. شاید خیلی اطلاع ندارن که در میان مردم چه میگذره، بر سر مردم چه فشار سنگین زندگیه. حالا بعضی ممکنه وضعیتشو خوب باشه، ولی توده مردم، عموم مردم، کشر ضعیف مردم بر همه سخته، ولی بر اونی که درآمد نداره، بر اونی که شغل خاصی نداره چه میگذاره توی این جامعه؟ و پول ایرانی و از بین چنان بره که دیگه هیچ ارزشی داشته نباشه، هیچی نمیشه با این پول خرید. و چه دردهای مردم میکشن و ما باید از دردهای مردم آگاه باشیم. با این صورتی که شما بر سیاست کاری که این 43 سال آمده فریاد مردم و اعتراض مردم نشانه که به بنبست رسیده، دیگه این نمیتونه مشکلات کشور حل بکنه. با این صورت نمیتونه کشور داره بشه. فکری بردارید، فکری بردارید، با مردم بشینید. راه زندانی کردن مردم نیست معترضان، راه کشتن مردم نیست. راه عاقلانه نشستن به مردمه و دریافت کردن فریاد مردمه، نه این مردم اسرائیلیان و نه این مردم امریکاییان، این مردم ایرانیان. حالا شیطنت های بعض کشورها را ما میدونیم که دشمن داریم، دشمنان هم تحریک میکنن، ولی شما خودتون فکر کنید که این مسائل مشکلات وجود داره، مشکلات وجود داشته است. مشکلات حل کنید. آنچه که این کشورها جمع شدن به نام به هر حال در قالب حقوق بشر و حقوق بشر سازمان ملل و جلسه تشکیل دادن، ما نمیگیم که به هر حال هیچ حب و بغض نبوده در میان اینها، ولی واقعیت آن است که ما ضعف داشتیم. ضعفای خودمون رو ببینیم، همه چیزا به نام دشمن نکنیم. دشمن که همیشه هست، دشمن ضربه‌اش رو میزنه، ضعفای ما رو برجسته میکنه، ضعفای ما رو میاره. ما به ضعفای خودمون عمل کنیم، او ضعفای خودمون رو برطرف کنیم، خود را اصلاح کنیم، با مردم بشینیم. ما خیرخواه شما هستیم، این حرفا را میزنیم. تعهدات داریم در اسلام، تعهدات داریم در دین، نسبت به مردم تعهدات داریم.
نسبت به کشور تعهدات داریم، نسبت به همه دین اسلام ما را مسئولیت داده. این زندانی کردن این مردم علاج نیست. و بعضی گزارش ها میرسه که بدرفتاری میشه با زندانی ها و بعضی گزارش ها رسانه ها نسبت به بدرفتاری با زنان و چیزهای حرفهای گفته میشه که سنگینی من به زبان بیاورم، ولی برای خدا بترسیم. همه ما از خدا همه بترسیم و با خدا و با ملت راست باشیم، درست باشیم. نگذاریم کسانی را که توی زندان با زندانی ها که اسیران با اسیر بدرفتاری در هیچ دین روا نیست. شکنجه در هیچ قانون، در قانون اساسی برخلاف قانون اساسیه. شکنجه در هیچ دین و آیین و مذهب روا نیست. ما نمیگیم که اینا حتما هستن، ولی گزارش داریم. ما بعضی زندانی ها را خود من سوال کردم و دیگران هم نقل میکنن. جلوی کارا را بگیری. حکم سنگین ندید به کسانی. بیایید فکر کنید روی مسئله و با معترضان بشینید، حرفای فهم اینا را دریافت کنید. زندانی های سیاسی را ویل کنید و با اونها بشینید صحبت کنید، مذاکره کنید. خیر این مملکت هم میخواهیم. تمامیت ارضی ایران برای ما مهمه، امنیتش هم برای ما بسیار حیاتی و مهمه. ما میگه اگر اعتراض کسی میکنه اعتراض سالم باشه. معترضان هم نباید اموال عمومی را تخریب بکنه، اموال شخصی را. معترضان نباید با خشونت رفتار کنه. معترض هم در حد اعتراض، در حد حرفش را بگه. اعتراض سالم حق مردمه، نه اعتراضی که ناسالم باشه. اعتراض سالم اجازه بدید و مردم نباید اجازه بدن. کسانی که اعتراضی دارن اجازه بدن در صفشون انسانهای بیایند که با خشونت رفتار کنند. مردم کردستان بسیار انسانهای واقعا برادران کرد، برادران و خواهران کرد، واقعا از بهترین اقوام ایرانی. ایران همه اقوامش خوبن، تمامش بهترینن و ایران یک رنگین کمان همین تشبیه میدن. هر قوم به جای خود یک رنگه، همه خوبن و برادران و خواهران کرد ما ملت کرد که از بهترینی به هر حال اقوامه. اینها او قسمت مرزهای خودشون نگهداری کردن، همینطور که در این قسمت در ناحیه سیستان و بلوچستان این مردم استان این مرز را حفظ کردن. اونجا با چندین مرزه که با برادران و خواهران کرد اونجا متصل مرز را حفاظت کردن. صبر کردن بر مشکلات، صبر کردن بر محرومیت ها. و الان که اینها از مشکلات مینالند و اعتراض دارن، نباید اینا مورد هدف گلوله قرار بگیرن. نباید با برادران کرد با خشونت رفتار بشه، بلکه با برادران کرد خواسته هایشون و مشکلاتشون مورد توجه قرار بگیره. با برادران کردا بشینید و بپرسید که چه مشکلاتی دارن با همه ملت، با همه مردم.
با همه زندانی ها و اللہ تعالی را از رفتار خوب، از رفتار خوش، ادفع بالتی هی احسن، برخورد با بهترین وجه. قرآن دستورش اینه که شما با طرفهایتون با بهترین صورت برخورد بکنید و با رفتار خوب، با اخلاق خوب، با خوش اخلاقی. و بعضی از علمای کرد که مردمی بودن، مخصوصا یکی از ماموسته‌های معروف اونجا که آدم درستی هم هست و مفیدی هست، بازداشت شده، هم انتظار هست که انشالله این مردم آزاد بشن. همه زندانی ها، همه بازداشتی ها را آزاد کنید و بشینید با اینها که چه مشکلی دارن، چه میخوان. به خواست ملت ما تن بدیم. اگر بنده در این کشور بالاخره مسئولیتی داشتم و کاره بودم و این مردم از من این خواسته را داشتم، من هر چی که مردم میخواستم به خواسته مردم، به خواسته جمهور، به خواسته جمهور، به خواسته عموم میخواستم، به همون تن میدادم. و به هر حال همه ما از همه ملتیم، مسئولان ما از همه ملتیم. شما فرزندان این مردم، این مردم فرزندان شما، این از خانواده شما، شما از خانواده اینایید. بالاخره با اینها خویشاوندی رفتار بکنید، با اینها برادرانه رفتار کنید، با اینها مهربانانه رفتار کنید. تعلیم دین همینه، این مسیر اهل بیته. اگر میخواید مسیر اهل بیت برید، اگر میخواید مسیر حضرت علی برید، حضرت علی مردمی بوده. اگر میخواید مسیر حضرت رسول برید، همینه. اگر میخواید مثل حضرت سلیمان و حضرت داود پدر و فرزند عمل کنید، همینه. حضرت داود حکومت کردن، چه حکومت زیبایه، چقدر عدالت میکردن. میرفتن مردم میپرسیدن که داود چگونه در لباس مبدل، گفتن داود بهترین انسان. تعریف میکردن، هیچ جای کسی نگفت که داود بده. گفت چگونه عمل میکنه؟ گفت عادلانه. یک روزه یکی گفت که داود آدم خوبی است، ولی اگر از عمل دستش ارتزاق میکرد و نان میخورد، خودش زحمت دسترنج خود. حضرت داود متوجه شد که اضافه داوده که از بیت المال حقوق میگیره و داود بعد از او همونی که الله تعالی برای داود آهن موم کرد، نرم کرد به دست داود و داود لباسای جنگی و زرهی و وسائل درست میکرد و به فروش میرسند و ارتزاق میکرد. اینا پاک زندگی کرده انبیا. انبیا در میان مردم بودن. توی ایران ما یک اصلا ناراحتی در دل ما هست و یک رنج بزرگ توی دل میکشیم که ما ایرانی ها متاسفانه یک بدعت قدیمی در ایرانه که ما همه بزرگانمون را چنان بالا میبریم و اطرافشون را میگیریم که هیچ کسی را راه نمیدیم، بالاتر از انتقاد قرار میدیم. این در فرهنگ از دیری که توی ایران جریان داره و نگذاشته. او گذشته در اون نظام پادشاهی گذشته هم همه اتفاق پیش آمد که بالاخره نگذاشته حرف برسه. پادشاه بعد معروف کرده که منو دستگیر کردن، معروف کرده دستگیر کرده، گفته که دعا نکرده.
بود. هر کسی که انتقاد میکرد اعلی حضرت تعریف میکرد و میکوبید استاندار و مامور و نه. بالاخره هیچ کسی بالاتر نیست از پیامبران، هیچ اعلی حضرت بالاتر از پیامبر، هیچ کس از حضرت علی بالاتر نیست. هیچ مادر فرزند نزاییده بعد از حضرت علی که از حضرت علی بهتر باشه. مادر فرزند نیاورده که از بزرگان دین از حضرت حسن بالاتر باشه، از حضرت حسین بالاتر. اینا را همه مرتبی زندگی کرد. باید انتقاد باشه. من یادم از حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه روز جمعه بود، جمع می شدن تعداد علما. مولانا یک کاغذی از جیبش بیرون آورد، شروع کرد این کاغذ کسی انتقاد کرده بود بر حضرت. این نامه از اول تا آخر به حضرت مولانا انتقاد بود. شما فلانی، شما اینطور میکنید، شما اینطوری. همه حرفهای او دروغ بود، دشمنی بود. و مولانا تمام حیران شده. کار ما نبود، این کار حضرت مولانا شخصیت بزرگی بود. بعد که تمام کرد مولانا گفت هر کسی که اصلاح میخواهد باید حرف دشمنش را گوش کنه. عیب را دشمنان میبینند، مخالفان میبینند. دوست که عیب نمیبینه، دوست که میگه همه چیز که مراده. واو، ما اونجا این شخصیت حضرت مولانا که میگه هر کسی میخواهد اصلاح بشه حرف مخالفانش را گوش کنه. ولهذا نباید حجاب بشن، هیچ کسی حجاب بشه. و بالاخره از کسانی که مسئولیت دارن، از کسانی که مسئولن و هیچ کسی از مسئولیت خارج نیست، انتقادها سازنده باشه. ما به اعتقاد به تخریم نداریم، ولی اصلاح بدون انتقاد امکان پذیر نیست. و امیدواریم که الله تعالی مشکلات همه را حل کنه و گرفتاری ها را رفع بکنه. ما آینده توی ملک زندگی میکنیم و این کشور کشور همه ایرانی، یعنی همه ماست. این کشور تنها مال دولت مردان نیست، این کشور مال مسئولان نیست، این کشور مال ماموران نیست، کشور مال همه مایه. همه ما میخوایم که ملک امن باشه، ملک آباد باشه، ملک سیر باشه. همه ما میخوایم که ثروت ها به جای که جای دیگه بره، ثروت ها اینجا خرج بشه. چراغی که به خانه نیاز به مسجد روانی است، مردم میگن به مسجد روانی است، وقتی در خانه نیازه. و آزادی باشه اینجا، آزادی بیان باشه، آزادی کلام باشه، آزادی اندیشه باشه، آزادی تفکرات باشه، آزادی مذهبی باشه. همه ما میخوایم که شایسته ترین افراد، مغزهای متفکر، افراد توانمند که وجدان دارن، مدیریت در راس کشور، در مدیریت کشور گماشته بشن، بیاین. و این همه فیلترها که به کشور ثابت شده که ضربه زده و ضرر زده، تمام این فیلترها برداشته بشه. و بالاخره خواسته مردمه، این بعضی از همین خواسته مردمه که بنده نقل میکنم. همه مردم سیر بشن، تومان ایرانی و پول ایرانی از تمام کشورهای ضعیف جلوتر بره، از بسیاری کشورهای ثروتمندم جلو بره. و این کاست همین مردمه، بخش از فریادهای مردمه. و شما همه فریادهای مردم گوش کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد.